با نام خدا و با سلام به شما دانشجویان خوب و عزیزم. جلسه 12 رو در خدمتتون هستیم، درس مکانیک سیارات. امروز هم بحثمون رو میخوایم راجع به قانون پاسکال در واقع اختصاص بدیم. اون وقت قبل از این که خود قانون رو من توضیح بدم، یه توضیحی راجع به فشار میدیم که این در واقع تو بحث قانون پاسکال کمکمون میکنه و اون اینه که این فشار هیدروستاتیکی رو که قبلا صحبتش کردیم میخوام بگیم که هر نقطه از سیار که داخل یک منبع هست، این فشارهایی که از جوانب مختلف بهش وارد میشه، این فشارها با هم برابرن. یعنی شما ملاحظه بفرمایید مثلا این منبع آب رو یه نقطه است به نام نقطه یک، تو این نقطه یک فشارها از جوانب مختلف وارد میشه. یعنی فشار از یک طرف نیست، از این طرف دست چپ، دست راست، بالا پایین، از تمام قسمت ها داره به صورت یک کره به این نقطه داره در واقع فشار وارد میشه و اون فشارش روجی حاشیه که قبلا نوشتیم پی برابر است با روجی حاشیه. خب این برای نقطه یک. نقطه دو هم اینن همین حالت رو داره. یعنی در واقع تو نقطه دو، اطراف نقطه دو داره فشارهای مساوی به این مولکول در نقطه دو وارد میشه. نقطه سه هم همینطور، نقطه چهار هم همینطور. یعنی میخوام ذهنمون رو اینطوری در واقع تحلیلی که میکنیم روی این بحث فشار این باشه که فشار وقتی میگیم به یک نقطه وارد میشه، تو یه نقطه هم نیست، از تمام نقاط دور اطراف اون نقطه داره فشار وارد میشه. منتها اون فشارها با هم برابرن و چون فشارها برابرند جسم در حال تعادله. یعنی علت این که نقطه یک در یک منبع آب این نقطه یک ساکنه یا راکده به علت آن است که فشارهایی که از اطراف به اون نقطه وارد میشن اون فشارها با هم برابرن. این نقطه این خاصیت دارید، این هم همینطور، این هم همینطور، این هم همینطور. خب حالا این رو ما میان در مثلا بخوام بحث علمیش بکنیم، یک قسمتی از سیار رو انتخاب میکنیم که احساس کنیم که دارای یک سطح A1، سطح A2، سطح A3 و از طرف آب داره روی این سطوح نیرو وارد میشه. بعد وقتی ما این در واقع سطوح رو کم کنیم به یک نقطه منتهی میشه. الان ملاحظه کنید روی این سطح مورب از طرف سیار نیروی F1 وارد میشه، فشارش برابر است با F1 به A1. F1 به A1 میشه فشاری که روی این سطح مورب و اما روی در واقع سطح این طرفی مساحت A2 F2 به A2. روی سطح زیری F3 به A3. ببینید این F1 به A1 و F2 به A2 و F3 به A3 فشارهایی هستند که برای این مولکول سیار دارن وارد میشن. خب حالا اگر شما بیان این نیروی F1 رو بر حسب این زاویه آلفا تجزیه کنین، این نیروی افقیتون میشه F1 سینوس آلفا و نیروی قائمتون میشه F1 کوسینوس آلفا. البته حالا این چرا آلفا میشه؟ اینی که این دو ضلع این زاویه 1:1 2:2 بر این عمودن. یعنی این عموده بر این سطح، ببینید، و این عموده بر این سطح. یعنی اگر این آلفا باشه اینم آلفا خواهد. خب حالا تو این بحث F1 سینوس آلفا نیروی چه دارید؟ این طوری وارد میشه. این نیرو با F2 برابر است. ملاحظه کنید F1 سینوس آلفا برابر است با F2. F1 سینوس آلفا برابر است با F2.
و F1 کوسینوس آلفا برابر است با F3. یعنی در واقع این نیروها هم دیگر را در یک نقطه قطع میکنن و نیروهای تعادلی هستند و این نیروی تعادلی ایجاد فشار تعادلی میکنه. بنابراین این رو من اومدم این نقطه رو بزرگش کردم به صورت یک مخروط مثلا در آوردیم و از بحث نیرو کردیم روی سطوح و بعد نگاه کردیم این فشارها با هم برابرن. ببینید در واقع فشاری که از اطراف مختلف بر این مولکول ها وارد میشن این فشارها با هم برابر خواهند. خب ما از این بحث میگذریم و بحث قانون پاسکالز لا، قانون پاسکال رو امروز روش بحث میکنیم. من دیدم این به هر حال بد نیست از نظر اینکه یه مقداری تحلیلامونم تحلیلای علمی تری بشه. گفتم اینو خدمتتون بگم. خب اما قانون پاسکال، قانون پاسکال، پاسکالز لا. قانون پاسکال. آقایون و خانم‌ها توجه بفرمایید، بحث قانون پاسکال در هیدرولیک وقتی ما هیدروستاتیک رو بحثش می‌کنیم دو موضوع مهم رو باید توجه کنیم. یکی این که قانون پاسکال برای مایعات تراکم ناپذیر، یعنی مایع وقتی گفتیم میشه مایع تراکم ناپذیر، همه مایعات تراکم ناپذیره. ما کمتر مایعی میتونیم پیدا کنیم که تراکم پذیر باشه. آب و روغن تراکم ناپذیر. این تراکم ناپذیری مایعات به ما فرصت میده که قانون پاسکال رو بحث بکنیم. چون اگر مایعات تراکم پذیر بودن یه قانون پاسکال صدق نمی‌کرد. یعنی اینکه ما قانون پاسکال را تعریف میکنیم و بحث میکنیم و تو صنعت هم از این قانون برای جک ها و لیفت ها کمرچونگی استفاده میکنیم صرفاً به خاطر اینه که سیار تراکم ناپذیره، روغن تراکم ناپذیره. این نکته خیلی مهمه که ما باید. نکته دیگر این که بحث قانون پاسکال در مدار بسته است، یعنی تو مدار باز شما قانون پاسکال رو نمیتونید در واقع تعمیم بدید. باید سیستمتون یک سیستم بسته هیدرولیکی باشید که الان ملاحظه میکنید وقتی میگیم سیستم بسته کاملا مشخص. خب این تراکم ناپذیری مد نظرتون باشه که این خاصیت مایعات، چون مایعات تراکم ناپذیرن، این قانون پاسکال رو ما براشون در واقع در نظر میگیریم. حالا این آزمایش کوچولو رو ببینیم، اینو من توضیح بدم و بعد یه دوتا شکل میکشم، دیده اونو بهتر میکنه. چون این بحث آزمایشگاهیه با زمین که بحث علمیه ولی بحث آزمایشگاه هست. بیشتر جنبه آزمایشگاهی داره. ببینید اینجا فرض کنیم که شما روغن ریختید. روغن یک سیار تراکم ناپذیره. تو این ظرف روغن ریخته شده، شاخه 1 و 2 و 3 و این در یک سطح قرار گرفته. سطح روغن در واقع یک سطح مستویه. خب اگر ما بیایم و یک نیروی F اینجا وارد کنیم، نیروی F کوچیک، یه نیروی کوچیک F وارد کنیم روی سطح آ کوچیک، یعنی هم نیرومون کوچیکه و هم سطح پیستون کوچیک. خب اگر شما اینجا نیرو وارد کنید چه اتفاقی میفته؟ این نیروی وارده بر سطح آ یه فشاری تولید میکنه. من این فشار رو می‌نویسم P مساوی هست با F اوم. خب این نیرو را ما خودمون وارد کردیم، بنابراین این نیروی محرکه.
نیروی محرک روی پیستون به مقطع آی کوچک. خب چی تولید میکنه؟ یه فشار تولید میکنه. پاسکال اینو میگه وقتی شما این فشار را در یک مدار بستگی هیدرولیکی وارد میکنید یا تزریق میکنید، این فشار عیناً به تمام این بی‌نهایت مولکول فیزیکی روغن اعمال میشه. یعنی شما از اینجا ملاحظه کنید چقدر مولکول روغن داریم. تو این مدار شما بی‌نهایت فیزیکی مولکول روغن داریم. پاسکال اینو میگه وقتی شما این فشار را تو سیستم وارد میکنید، این فشار عیناً به تمام مولکول‌های روغن در مدار وارد میشوند یا تزریق میشوند و این فشار میاد پشت این پیستون قرار میگیره. همچنین پشت این پیستون قرار میگیره. این مقطعش هست A1، نیروش هست F1. این مقطعش هست A2، نیروش هست F2. همین فشاری رو که شما اینجا تولید کردید میاد پشت این پیستون قرار میگیره و این میشه FA F1 به A1 و میشه F2 به A2. یعنی فشار محرک. ما خودمون این فشار رو تولید کردیم، به سیستم تزریق کردیم. این فشار به ما در واقع کار میده. این فشار باعث میشه این پیستون حرکت بکنه، این پیستون هم حرکت بکنه. حالا نکته‌ای که قابل توجه اینه که ببینید این P مساوی F آن، این P برای F1 به A1 در واقع خارج قسمت دیگه، این ثابتی. برای F2 به A2 هم ثابتی. اما نه F1 و نه F2 صورت ها با هم فرق، آوا با هم فرق کنن. هم صورت ها متفاوتن، هم مخرج متفاوتن. این هست F، این هست F1، این هست F2. این هست A، این هست A1، این هست A2. نیروها و سطح مقاطع فرق میکنن، ولی فشار که تو سیستم تزریق شده اون فشار ثابت. یعنی خارج قسمت اینها این تقسیم بر این ثابتی، این تقسیم بر این ثابته، این تقسیم بر این هم ثابته. نیرو تقسیم بر مساحت مقدار ثابتی، اما نه نیروها مساویان نه مقاطع مساویان. این نکته خیلی مهمه که ما برای قانون چی داریم؟ برای قانون پاسکال داریم. اولا سیستم بسته است و علتی که این اتفاق میفته اینه که سیستم در واقع روغن یک سیاله تراکم ناپذیر است. چون اگر تراکم پذیر باشه این فشار منتقل نمی شود. یعنی شما از این طرف سیال رو دارید نیرو وارد میکنید، میخواین ازش فشار به دست بیارید، این اتفاق نمیفته. سیال به جای اینکه فشار رو منتقل بکنه متراکم میشه. خب وقتی تراکم صورت بگیره فشار منتقل نمیشه. خب حالا یک مثالی من تو همین بزنم براتون خوب متوجه میشه. F رو من میگیرم 10 نیوتن، A رو میگیرم 1/1000 متر مربع. حالا اگر A1 1 متر مربع باشه F1 رو میتونم حساب کنم. P مساوی با F به A مساوی با 10 نیوتن بخش بر 1/1000 متر مربع. خب میشه 10 به توان 4. این 1/1000 میره تو صورت، 1000 ضرب در 10 میشه 10 به توان 4 نیوتن بر متر مربع. حالا این فشاری رو که اینجا تولید کردیم میاد زیر این پیستون قرار میگیره. A1 رو به اون داده است، میتونیم F1 رو حساب کنیم. می‌نویسیم P مساوی با F1 به A1 10 به توان 4 مساوی با F1 بخش بر 1 و لذا اینجا F1 رو میشه 10 به توان 4 نیوتن یا 10 کیلو نیوتن. ببینید شما نیرویی که اینجا اومدید
به سیستم وارد کردیم، نیروی محرک 10 نیوتونه. نیروی محرک 10 نیوتونه و متحرک نیرویی که در واقع اینجا به دست میاری 10 کیلو نیوتن. این مزیتی است که شما تو قانون پاسکال و رابطه پاسکال دارید. خب اجازه بده که بحث بعدی داشته باشیم. این بحث رو هر قسمت شاید دقت کنید و قانون پاسکال به خوبی براتون مشخص شد که چی میخواد بگه. ببینید یه آزمایشی اینجا کرده و این رو من اینجا توضیح میدم. اینجا آب یا روغن یک مایع میریزید. خب توی ظرف بسته با جداره خیلی قویه که بتونید فشار بالا رو چیکار کنه؟ تحمل بکنه. ما یک نیروی F اینجا وارد میکنیم روی سطح مقطع آب. خب فشار این نقطه رو میخوام به دست بیاریم. یعنی پس از اینکه این نیروی F را روی این پیستون اعمال کردیم، میخوام فشار را در ارتفاع H به دست بیاریم. خب طبیعی است که اگر شما بخواید فشار مثلا نقطه A رو به دست بیارید، نقطه 1 رو به دست بیارید، فشار این نقطه 1 دو تا فشاره. یه فشاری است که سیال داره و قبلا گفتیم این فشار برابر با روجی هاشی، فشار مایع، فشار هیدروستاتیک، و یک فشاری است که اینجا ما الان تولید کردیم. خب طبیعی است که باید این دو فشار با هم چی بشه؟ جمع بشه. یعنی نقطه pH فشارش میشه F به A به علاوه روجی هاش. دو تا فشار، یک فشار محرکه و یک فشار هیدروستاتیکی سیال هاشی. مثلا باز اگر اینو شما بگیرید چقدر؟ 10 نیوتن. آ رو بگیرید 1000 متر مربع، هاشو بگیرید 1 متر، مایدون رو بگیرید آب. P1 چه میشه؟ P1 مساوی است با 10 نیوتن بخش بر 1000 به علاوه 1000 ضرب در 9.8 ضرب در 1. 10 نیوتن بخش بر 1000 متر مربع به علاوه روی آب. روی آب چقدر بود؟ 1000 کیلو گرم بر متر مکعب ضرب در 9.8 ضرب در 1 متر. این میشه اینقدر پاسکال یا نیوتن بر متر مربع. خب این مثال خیلی ساده است و دید میده بهمون که تو مسائل ما توجه بکنیم. خب من اینو پاک کنم. موضوع بعدی آزمایش‌های خیلی کوچیک و جمع و جور رو خدمتتون میگیم که دیدمون رو تو مسائل هیدرولیکی بالا ببریم. ببینید یک منبع آبی رو بکشیم، این منبع آب، بعد از 4 طرف این مانومتر یا پیزومتر وصل کنیم. خب این منبع الان مایع داره. خب یک نیروی F من اینجا میام وارد میکنم، نیروی F کوچیک روی سطح کوچیک، باز آی کوچیک. خب اگر این نیرو رو وارد کنم میبینم که آب در این پیزومترها توی سطح قرار میگیره. یعنی به این عبارت دیگر قبل از اعمال نیرو اینا توی سطحی بودن، مساوی هم بوده. بعد از اعمال نیرو نگاه میکنیم که سیال میاد توی این پیزومترها توی ارتفاع قرار میگیره. خب چه برداشتی ما از این میکنیم؟ در واقع پیزومترها وسایلی بودن که فشار سیال رو نشون میدادن. شما حالا وقتی این نیروی F کوچیک رو با اعمال بکنید، اگر نیروی کوچیک وارد کنید اینطوری، نیرو رو وقتی بیشتر بکنید ملاحظه میکنید که سیال تو این مانومترها یا پیزومترها دوباره میره بالا، منتها همه توی سطح قرار میگیره. مهم قشنگی مسئله اینه که اینها توی سطح قرار میگیرن. میاد مثلا مرحله دوم اینطوری میشه. ببین
حالا رنگی هم نکشی بهتر. خود هم ببینید این مرحله اوله نیرو رو چه زیاد میکنیم باز اینقدر میاد بالا. یعنی افزایش ارتفاع برای همه اینها ثابته. هرچه نیرو رو کم کنید میاد پایین، نیرو رو زیاد کنید ارتفاع سیار تو پیزومتر میره بالا و توی سطح هم میره بالا. یعنی افزایش فشار تو این نقطه و این نقطه و این نقطه و این نقطه یکسان است. افزایش فشار یکسان است. آقایون و خانم ها توجه کنید، بحث نیوتن، بحث قانون پاسکال که ما اینجا خدمت شما داریم، این مربوط به فشارهای قبلی سیار نیست، مربوط به فشار ثانویه است. یعنی الان مثلا شما این رو ملاحظه کنید، این منبع رو، این نقطه 1 نقطه 2 نقطه 0 هم فشار نیستن، فشارشون با هم متفاوتی. حالا اگر شما روی این پیستون اومدید، یه پیستون روی سطح مایع گذاشتید و یک نیروی وارد کردیم، این نیرو روی این سطح یه فشاری تولید میکنه که اون فشار به این اضافه میشه، به این هم اضافه میشه، به این هم اضافه میشه. یعنی مولکولهای سیال افزایش فشاری پیدا میکنن که اون افزایش فشار FAOMه. این نکته قابل توجهه. ما فشارهای قبلی سیال برامون ضمن که مهمه، اما مهمتر این فشار پاسکاله. یعنی خب میخوام FAOM رو بررسی کنیم که اینجا شما تو این آزمایش خشن اینا متوجه میشید که اینها توی ارتفاع قرار میگیرن و چون توی ارتفاع قرار میگیرن این نقاط افزایش فشارشون یکسان خواهد بود. همون چیز که ما در واقع برداشت کردیم تو مثال قبلی اومدیم برداشت کردیم. حالا ببینید ما جک هم در واقع یا لیفت ها هم بر اساس همین کار میکنن که این روغنه این پیستانه نیروی F1 A1، این نیروی F کوچک A کوچک خب ببینید این FAOM در واقع عرض کردم P مساوی هست با FAOM. FAOM فشاری است که این نیروی کوچک تو سیستم اعمال میکنه یا تو سیستم تزریق میکنه. این فشار به تمام بی‌نهایت مولکول وارد میشود از جمله زیر این پیستون. ببینید من وقتی نقطه میذارم بحث فشار مطرح میشه. یه فشاری شما معادل FAOM زیر پیستون پیدا میکنید. همین فشار، این فشار برابر است با FA بزرگ F1 به A1. این مثلا حالا 10 نیوتن، این 1000 تو مثال قبلی. A1 رو هر ببینید شما A1 رو هر چه بزرگتر کنید F1 هم بزرگ میشه. چرا؟ برای اینکه خارج قسمت ثابته. چون فشار ثابته به محض اینکه شما سطح مقطع رو بزرگ کنید F هم به همون نسبت بزرگ میشه، به طوری که اون F بخش بر A باید بشه P. خب اینجا در واقع همون آزمایش قبلی که من خدمتتون اومدم یک منشور کوچیک از سیار رو انتخاب کردم، اینجا صدق میکنه که این نقطه مثلا و این نقطه و این نقطه، این نقاط فشارهای قبلی خودشون رو داشتن، ما کاری باشون نداریم، اما فشار پاسکال به تمام این نقاط از جمله این 3 نقطه وارد میشه و اون فشار که وارد میشه در واقع به تمام این سطح وارد میشه. یعنی این نقطه یک طرف فشار مثلا از یک طرف وارد میشه یا از بالا وارد میشه، از تمام جهات مثل یک کره در نظر بگیرید. یه نقطه در داخل سیار از تمام جهات که داره بهش فشار وارد میشه،
این رو ساکن می‌داره. البته وقتی شما نیروی FA رو اعمال میکنی، این سیاره هم حرکت میکنه. تو حرکت خب دو مرتبه شرایط دیگری داره. اما در حالت سکون وقتی سیستم تحت فشاره، این نقطه فشارش مشخصه، این نقطه هم هست، این نقطه هم هست و این فشار در واقع دو تا فشار، یه فشار هیدروستاتیکیه در واقع بالا دست که این برای اصلا تو بحث قانون پاسکال مطرح نمیشه، اما این مطرح میشه که شما سیستم رو تحت فشارش میکنید. مولکول ها فشارش رو میره بالا ولی حجمش رو تغییر نمیکنه. حجم تغییر نمیکنه. حجم روغن ثابته. روغن جابجا میشود ولی حجمش ثابت میمونه. انشاءالله موفق باشید. بتونید جلسه بعد یکی دو تا مسئله حل بکنیم و بحث قانون پاسکال تمامش بکنیم.